عبدالله سفری حج میکند. از این شهر به شهر دیگر میرود. چشمش به پرتوه میافتد. زنی را میبیند که پرهای مرغ را میکند. مرغ مرده بود. گفت ای زن، این حرام است، به بسم الله است، تو چیکار میکنی او را؟ زن میگه ای مرد، راحت را ادامه ده، به من کاردار نشد. فرزندانم چند روز بازی چیزی نخوردند و آنها خورد هستند، از کجا میدانند؟ عبدالله بسیار خجالت می شود. هر مبلغ و هر چیزی که داشت بر او صرفه میکند، میدهد و شرم می‌دارد که دوباره به زادگاهش برگردد. انتظار میشود تا همراهانش بیایند یک جای روند. وقتی همراهانش میآیند تبریک میکند. عبدالله حج مبارک شود. عبدالله در فلان جای یک جا بودیم. عبدالله در فلان جای یک جا بودیم در طواف. میگوید من نرفتم، هرچند لیکن باز تبریک میکردم. شب خواب میبیند، صدا میآید عبدالله به خاطر کار خیرت خداوند ملائکه را به صورت تو روان کرد، طواف کرد و آمد. در نامه اعمالت نوشته شد. پیش حاجیمان 5 بار 6 بار میروم. همسایه هامان گرسنه هستند. پیش مردمان از این کوچه چند قدر کوچه میروند، یک پول نمیسازیم. ماست پیش مردمان از این محله چند محله دیگر برای آب میروند، یک کدیر خود آب نرویم. سخن گوییم سخن زیاد است، لیکن نقطه بس است. خود فکر کنید. من حق ندارم